خورشید در صحیفهش در اینستاگرام یک نوار نو نشر کرده است که در آن همراه پسرش فوتبال می‌بازد. ظاهرا دیده می‌شود که سراینده برای هنرنمایی آماده شده است و در تن پیراهن زیبای گلابی دارد، ولی به گفته خودش برای پسرش فرق ندارد که مادر چی پوشاکی دارد و به جای دیر میکند. تا من با او فوتبال بازی نکنم مرا از خانه برآمدن نمیماند. برای او فرقی ندارد که دیر کرده ایستادهام یا اینکه لباس موافق ندارم، نوشته است فرزانه و پسرش را چمپیون خوانده است. هموطنان سراینده از این بازی مادر و پسر به وجد آمده و قید میکنند که مادر باید همین گونه باشد. مخلصانش میگویند مادر باید در تربیه فرزند خود از عهده همه کار برآید. ناگفته نماند که فرزانه خورشید صاحب دو فرزند، یک پسر و یک دختر می باشد. نام دخترش زکیه و پسرش محمد است. این فرزندان او و همسر سابق فرزانه سراننده دیگر استراد تاجیک فریدون خورشید می باشد. فریدون خورشید سال 2019 بعد جدا شدن از فرزانه بار سوم ازدواج کرده بود. آن زمان رسانه ها نوشتند که توی فریدون خاکسارانه برگزار گردیده اسم همسر سومش را رسانه‌ای نکرد. فریدون خورشید از ازدواج سومش صاحب یک پسر شده است.